با کدوم گروه است، با کدوم فرقه است، با کدوم مذهب است؟ فرمودن 73 فرقه می شوند. از 73 فرقه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اون فرقه که نجات می یابد، راه حق همراه او هست، اون ما انا علیه الیوم و اصحابی. امروز من رسول الله صلی الله علیه و سلم با اصحابم بر چه منهجی، بر چه روشی دینداری میکنیم، همین روش و همین منهج تا قیامت هر کسی با آن استوار بود اون حق است، بقیه همه گمراهن منحرفن. فعلیکم بسنتی، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن سنتی. سنتی یعنی چه؟ اینو دقت بکنید دوستان. فعلیکم بسنتی، سنت وقتی که در کتاب و سنت آمد یعنی روش دینداری، نحوه دینداری. چگونه نماز بخوان؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، آنگونه نماز بخوان.